دوستان عزیز امروز یک خانه فروشی را برای شما نشان میدیم. ناحیه جلالدین بلخی بعد چپایف دهه چهارباغ می شود. اوستا عمان نورسیده. دوستان عزیز قدی راه 200 متر است. همین راست آمدین نزد مکتب 72 یعنی که مکتب نو است. خانه‌مان همین خانه می شود نزد مسجد است. ایسیم بلوک سرشت تا همین دیوار را از قفای خانه است. پیش نشان میدیم خانه تقریبا 12 سوتیقه همه شرایطش 100% است. آمدیم پیش خانه همجا سرشت تو همون سیم بلوک بوشیدن شد. بعد وای уже مسجد است. خانه نوای پرش واجی میدونیم خانه را نشان میدیم. خیلی حوالش در اومدیم دست چپ مونده یک خانه دراز کردگی پرده از خانه شما برای شما نشون داده گپ زده میریم. حوالی را تماشا کنین. در این پرده دوستان عزیز 4 در خانه قطعی بینش 5 در خانه می باشد. این خانهش مقصد پیش ساختگی این اگرات این پرده دوستان عزیز اگرات هم دارد. خانه نو مسئله آب باشد آب هم هسته بوچکم دارد به مولان خدا خواهد استفاده برده میگیرین. خب گیردای خانه همش محکم است. سیم بلوک قطعی محکم کردگی مقصد که به مولان زندگی کردن میگیرین. دوستان عزیز یکم خانه مقصد تیارش نشون میدیم. تماشا کنید ویدیو رو با دقت تماشا کنید تا آخرش هم خوشا گپ زده میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا کلیدور در اومده دوستان عزیز. خب دست راستمون یک دست پنی بوده است. درونگیش بنیا دارد. این خانه 283 размераш таш ҳамаш стеша кардагӣ болош ина алгарит дп. хоб ин калидор мебошад 282 таш ҳамаш стяшка. акнун ин хонамон медорем. ин хонамон 5 ба 280 мебошад. тамошо кунед. ин парада барои печкада тута мондагӣ. хоб дӯстон азиз ай хона буромадем. ҳозир акнун ин парада хона ҳаст. хоб барои шумо нишон дода гап зада мерем. اینجا خونه‌هاش همشون تیاره. مقصد زینه کرده میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این پره اینا با یک دیگه خونه هست برای مسافر 285 میباشد. دوستان عزیز تاش همش استیاشکا به مال خدا خواست زندگی کرده میگیرین. دیوارش دیوار غشتوی روی خطی برداشتگی دوستان عزیز به مال اومده زندگی کرده میگیرین. کرشش شیفری از بیزنی میباشد. حوالی را کلونش ببینین. ҳозир ай хона буромадем. қафои хонара як бор нишон медиҳем. парадаи як дарча дорад. уси ҳам бо як торатхона ҳам аст. бемалол буромада мегирем. худо хоҳад пара ина ҷои торатхона. хулас дӯстони азиз акнун ҳозир хонаи нава нишон медиҳем. нав сохтаги сохтмонша. ина агрот кушод калон аст. бочкам дорад. об хӯрда ин парада ина бо качалкам дорад. зинда карда мегирем. хулас масҷид ҳамосияш мешавад наздика. دوستان عزیز اکنون خانه نو همش گپ زده میریم. این پرده سه در خانه یک تا کردار یک تا بانیش هست. همش 100% اون داخل اوج رزمینش خاطی گپ زده میریم. خلاص این پرده یک خانه کلون است. یک تا در دارد. این پرده یک تا تریزه. خب رزمین این خانه‌مون مقصد که بالاش اندازه کردگی چهار نشان نگاه کنین چقدر مستحکم مونده است. ترپلوش نزدیک است. خب انا اکنون دیم خانه میزگریم. این پرده این یک تا کریدور است و این خانه میدونیم موزی. خب یا بسم الله الرحمن الرحیم. خب کلیدارمون 4 با 3 میباشد. دست چپمون یک تا خانه است. دست راستمون هم یک تا خانه است. دست چپمون میداریم. خانه‌اش نشون میدیم. خب اینا خانه را تماشا کنید دوستان عزیز. با غشت لوی برداشتگی رزمه خانمون 550 تا 4 میباشد. تماشا کنید. اکنون دیم خانمون میداریم. تماشا کنید. این خانه‌مون همش رزمش یک خیلی است. 550 تا 4 میباشد. وای درونگیش уже دوشوی بانیا است. بانیامون 4 با 2 میباشد. ایس برو اومدیم اکنون طرفی پایان میریم. ایس بو خب علاوه خانه هست. اینجا اینا با یک کوخنی کرده موندگی کوخنیش. برای تلویزیون دارد. کوخنیش اینا علاوه خانه تندر دیگ بیگ بیمولو مونده میگیری برای اینا 7 با 4 میباشد دوستان عزیز. به مالو خدا خواهد کوخنی را آشخانه را کلان کرده میگیرین. خب آخرانگیش باشد توراتخانه و حاجتخانه. خلاص دوستان عزیز حوالی همین خیلی از 12 سوتیق زیادتر است. نرخش 790,000 سومون. سروشنی سوم در کار دوستان عزیز. رقم ها در زیر نوار هست. به مالو زنگ زده مراجعه کنید. کسانی که خانه خر باشد همین ویدیو رو ماکسیمالی پاون کنید. منزل ما ناحیه جلالدین بلخی بعد چپایف دهه چهارباغ میباشد. نزد مکتب باغچه بانیسا همش نزدیک است. به مال آمده زندگی کردن میگیرن. رقم ها در زیر نوار زنگ زده مراجعه کنید. نرخش 790,000 سومون ان شاء الله با معامله میشود.